شهید مرگ نگنام داره، زندگی جاودان داره. ببینید شما این مسئله دیگر رو متوجه شد که پروردگار از عزتی که به شهید داده امین نام مرگ مناسب نمیدانه که بالای شهید گذاشته شود که مرده بگه. حالا که از لحاظ احکام ظاهری مرده است، تمام احکام مرده است از او تطبیق میشه. زنش با دیگه کس نکاح شده میتونه، مالش ترکه میشه. با وجود از این رب العالمین میگه که شما شهید مرده نگوین. یکی از لحاظ معنای حالت فعلیش که زندگی از او یک نوع زندگی داره که دیگران ندارن و دوام تو زنده است که از یک حیات به دیگه حیات منتقل شده. یکی از امتیازات شهید عبدالله بن مبارک صاحب در کتاب الجهاد روایت میکنه. ببینید شما این صحنه عجیبه که سر انسان اثر میکنه. میگه زمانی که مجاهدین به میدان جهاد برن، صف برابر شود، صف مجاهدین و صف کافرها و مخالفین از اونا برابر شود در میدان جنگ، حور جنت از جنت به میدان جنگ میاد و بالای مقاتلین استاد می باشد در فضای معرکه. هر حور جنت امو شخص مطلوب که نصیب از او است او را میشناسه. پروردگار اونا را خبر کرده می باشد. حور جنت به زوجشان به شوهرشان از رجال دنیا امو رقم منتظر با شوق انتظار میکنه، مثل که نامزاد دنیا به نامزاد خود منتظر می باشد. هر کدام از اونا نامزاد خود در صف مجاهدین میبینه که فلان است و او رو در اشعار یاد میکنه. نشیدهای جهادی دارن که در اون نشیدها در شعر خود مدح میکنن. اگر کدام یکی از اینا در میدان جنگ عقب نشینی کنه و از هم قطارایش پس بمانه، حوری که در صف حور جنت استاد است، اونجا یک صفی از حور می باشه، حوری که در صف حور استاد می باشه اونجا از خجالت روی خود از دیگر خود میکنه. از چی خجالتی میکنه؟ روی خود چرا حور در میان حور جنت در میان هم گروپایش چرا روی خود پت میکنه از حیا؟ به خاطر که نامزاد دنیای از او در صف مجاهدین در کاربار جهاد از هم صفایش عقب میمونه. عبدالله ابن مبارک رضی الله عنه به مجاهدین میگه مجاهدین پیش قدمی کنین به سوی دشمن، کوشش کنین که در صف جهاد کار را نکنین، بغیرتی را نکنین که حور شما در میان صف حور خجالت شود. حور خود خجالت نکنه. ببینید فهمه را ما مرتبط به یک عالمی هستیم، یک عالم حماسی عشقی که حور جنت تو در میدان جنگ بالای سر تو استاد باشه و باز تو رو در اشعار خود مدح کنه. ای با رجال لف I love you با اساکر امریکایی که در اونجا با این ثقافت هستند، اون مردم با این صف مقابله کرده نمیتونه. باز وقتی که این مجاهد شهید میشه حور جنت میآید، او از میدان جنگ در آغوش خود میکنه و گردهای میدان جنگ از روی ازو پاک میکنه. باز میگه ترب الله، کسی که تو رو در خاک آلوده کرده پروردگار رو در خاک آلوده بسازه، به دعا میکنه. مثل که به ناز مادره که طفل خدا از زیر زمین بالا میکنه که کور شدم که تو اوگار شدی، کور شو کسی که تو رو اوگار کرده، به می محبت و حنان او رو در آغوش میگیره. برش میگه که پروردگار کسی را که تو رو خاک آلود ساخته خاک آلود بسازه، او رو در آغوش خود گرفته به جنت میبره. میگه که وقت مدت را که تا قیامت این شهید در قبر میگذرانه به مو اندازه می باشه که دست به آغوش به گریبان حور میکنه و توق مرسه که در گردن از می باشه از زینت جنت می سکله. میگه میقه وقت سر از باز وقت سر جنت میشه، وقت قبر می قلبه می اندازه احساس. دیگه از این لحاظ در میدان جنگ مجاهد نه تنها که ملائک رحمان امرایش هم صف و هم قطار است،
شمشیری را که میزنه شمشیر ملائک در پهلویش است، بلکه حور جنت هم رکابش است. وقتی که انسان در همونطور میدان نصاد میشه، چطور بازو از اینطور میدان او عقب بره یا بگذره یا بترسه؟ از همین خاطر در ثقافت ما شکست فرار از دشمن گناه کبیر است. ما قوم غیور هستیم، ما قوم مهاجم هستیم، ما قوم هستیم که از دشمن در دل هراسی نداریم. از همین خاطر فرار از دشمن در ما تنها به غیرتی نیست، بلکه گناه کبیره و اکبر کبایره. زندگی را، حیات دنیا را با پادشاهیش و با فتوحاتش، با غنایمش، با مالش، با دبدبه و عزتش، همش در میزان اسلام متاع غرور است، متاع بی قیمت است. او هدف زندگی نیست. هدف زندگی خلاص شدن از آتش دوزخ و رسیدن به جنت است. وقتی که هدف زندگی رسیدن به جنت شود، کمایی جنت شود، آسان ترین راه به خاطر رسیدن به جنت چیست؟ شهادت. بس شهادت هدف است. شهادت مطلوب است. فكم من زلة لي في البرايا فكم من زلة لي في البرايا